من در 20 آذر 1328 در تفریش به دنیا و دوره بچگی خب دوره خاصی بود که من یادم میاد که به تاریخ خیلی علاقه‌مند بودم. بنابراین اینا رو که میخوندیم من همیشه شاه اسماعیل بودم. نمیدونم چرا. و حالا دیده بودم که توی شاه اسماعیل تو تاریخ مثل که شکست نخورده بوده با بچه‌هایی که بازی میکردیم و بیشتر من شاه اسماعیل بودم و عملا با وجودی که جسم کوچیک بود ولی زورم خوب بود. بنابراین حالت حالا برتری که نمیشه گفت ولی با بچه‌های دیگه عملا من بعضا بهتر از اونها بود. هم از نظر درسی هم از نظر ورزشی. درسی که من گرفتم گفته چرچیل میگه که هر کی تاریخ رو بیشتر بخونه یعنی عقب رو بیشتر مطالعه بکنه آینده رو بهتر میبینه. بنابراین با گذشته حالا این 5-6 سالی هم که بالاخره دید پیدا کردیم اینا میبینیم عملا همه چیز در حال تکراره. شاید در دنیای چیز جدیدی نیست منتها نوعش عوض میشه بیشتر توضیح آره توضیح این است که به هر حال کسایی که مسئولین هستن در هر رده‌ای اگه با تاریخ آشنا باشن متوجه خواهند شد که این روال برای همیشه بوده که یه مدتی در یه جای خاصی مشغول کارم بعد تموم میشه یه گوره دیگه بیام و این باعثی از گذشته هایی که این سمت ها رو داشتن مثلا آموزش یا پند بگیرن که بهتر برای آینده کار بکنن. یعنی این بهترین چیزی است که تاریخ به آدم آموزش میده. در دبستان که من عرض میکردم ما 16 نفر بودیم که در کلاس 6 ابتدایی اون موقع 6 سال اول بود و 6 سال دوم. کاملا یادم هست که ما اون موقع در سال 41 16 نفر که بودیم 15 تا حساب تجدید شدیم و جالبه که هر 15 نفر هم شهریور رفوزه شدیم. معلم دانشمند ما اولا 1 نفر قبولی داد که اون طفلک هم بعدها مستخدم اون مدرسه شد. بله و جالبه که بعد از 55 سال 2 هفته پیش این فرد رو من اینجا دیدم. البته اون من شناخت و گفت ما با هم کلاس بودیم. من حالا بازنشست شدم از مستخدمی مدرسه که خلاص شغل شریفیه ولی منظور این است که ما که همه رفوزه شده بودیم خب آمدیم مثلا من دیگه اومدم تهران و دیگه دوره دبیرستان تهران گذروندم. حالا اصلش همین بود که شما گفتی یعنی اینکه شکست در یک مرحله نباید مانع از این بشه که نهایت امید و آرزو از دست بره و پیشرفت حاصل نشه. به هر حال من از دبستان که بودم دنبال این بودم که پزشک قلب بشم. یعنی از دوران دبستان یعنی از همون 3-4 ابتدایی. بنابراین اونجا با برادرم یا کسای دیگه‌ای که همیشه صحبت می‌کردیم صحبت این بود که مرکز رئیس بدن کجاست؟ اونا معتقد بودن مغز، من گفتم قلبه. حالا البته بنابراین من از اون موقع علاقه‌مند بودم. منتها مهمترین مشوق من برادرم بود. برادر بزرگم بود. بله. برادر بزرگم بود که عملاً سمت استادی در هر زمینه‌ای برای من داشت. سال 57 آمدیم بیمارستان قلب به عنوان دستیار. بنابراین قبل انقلاب ما اومدیم اینجا به عنوان دستیار به خاطر اینکه دکتر نوحی که ریاست بیمارستان قلب هست با من هم کلاس بود از سال 48 توی مشهد دوران پزشک عمومی و ایشون سربازی نداشت چون درسش بهتر از ما بود. بنابراین نمرش خوب بود 6 ماه وقت داشت قبل از اینکه بره سربازی بره تخصص که آمد اینجا. یه بار ما اومدیم اینجا دیدیمش. البته رفقای دیگه هم اومده بودن تو که عسکری اینا دیگه آمدیم اینجا تا سال 61 اینجا رزیدنت بودیم. یه مختصری من راجع به قلب بگم. قلب به هر حال یه عضله‌ای است که 200 گرم وزنشه و بحث اساسی این است که این خونی که این داخلش هست این از اون استفاده نمیکنه. اگر هم استفاده بکنه به مقدار بسیار کم اون لایه‌های داخلیش همه این خون باید بیاد از شاهراه حیاتی بدن که آورد هست عبور بکنه و یه مقدارش قلب برمی‌داره. یعنی قلب ممکنه به خاطر کم خونی و کم غذایی بمیره ولی از اون چیزی که داخلشه بهش خیانت نمیکنه. مثل قاضی عادلی که
من همیشه به دانشجو اینو میگم برادر شما، خواهر شما مریض شده اومده تو مریض خونه، ببینید که چطور باش رفتار میکنید، میبرید پیش پزشکی که هم اخلاقش خوب باشه هم علمش خوب باشه. بنابراین یعنی اون کاری که از دستون برمیاد میخواد برایش انجام بده. اگر شما بتونید راجع به هر مریضی اینطوری فکر بکنید دیگه اخلاق مخلاق این همین. یعنی فکر بکنید که اون مراجعه کنه خواهرته، مادرته، برادرته، این ماحصل اخلاقیاته. حالا خب البته کسی مؤدب باشه خیلی بهتره، آراسته باشه خیلی همه اینا هست، ولی نهایت قضیه کسی که میاد پیش پزشک هدفش اینه که از پزشکی نتیجه بگیره، مشکلش حل بکنه. شما چیکار میکنید؟ برمی‌دارید میره آقا فوق تخصص فلان اینجا کیه؟ نهایت میخواد ببرید نتیجه بگیرید که حالا میرید اونجا فرض کنید اون اخلاقش دور نباشه. خب شما دیگه مشکل ایجاد میشه براتون، میگید آقا این چه اخلاقیه این داره یا هر چیزی دیگه. بنابراین ببینید چطور میخوایم با شما برخورد بشه. شما با افراد اینطوری رفتار، این میشه اخلاق. من عرض کردم وهابیم تاریخه ولی به شدت به شعر علاقه‌مندم. و حالا خواهش کنم یه بله عرض میکنم آره من حالا جزء خصوصیاتم اینه که اگه 2 بار شعر طولانی رو بخونم یادم میمونه. واقعا استاد من همین دیروز فکر کنم خدمتتون گفتم واقعا حافظه بسیار. و اینجا با استاد مرحوم فریدون مشیری که حالا صبحا میرفتیم اینجا با هم قدم میزدیم با ایشون خب خیلی چیزا من یاد گرفتم. از جمله بهترین شعری که ایشون به نظر من داشت شعر گرگ ها بود که حالا هر جا هم بوده اینو ما خوندیم. اگه اجازه بدیم اینو بخونیم و عرض میکنم که شعر اینطور شعر میشه: گفت دانایی که گرگی خیره سر هست دائم در نهاد هر بشر، روز و شب جاری است پیکاری سترگ، لاجرم ما بین این انسان و گرگ، زور بازو چاره این گرگ نیست، صاحب اندیشه داند چاره چیست. ای بسا انسان رنجور پریش، سخت بگرفته گلوی گرگ خیش. ای بسا زورآفرین مرد دلیر، هست در چنگال گرگ خود اسیر. هر که با گرگش مدارا می کند، خلق و خوی گرگ پیدا می کند. هر که از گرگش خورد دائم شکست، گرچه انسان می نماید گرگ هست. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گر تو باشی همچو شیر، ناتوانی در مصاف گرگ پیر. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. گرگ ها با هم ولی انسان غریب، با که باید گفت این حال عجیب. اصل قضیه این است که روال زندگی همینه. هیچ نبایستی فکر کرد که زندگی غیر از این وضع روزانه است. تاریخ رو بیشتر بخونید، ببینید گذشته ها چجوری زندگی کردن که آینده رو بهتر زندگی بکنید. انشالله همه موفق و سلامت باشید.